رئاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 19 ایون سال 2024 از بازداشت 3 نفر از جمله یک دختر خبر داد که بر اساس مصلحت پیشکی با گروه بین المللی قلابان به خبر بر دروغ گویا به صدمه افتادن و برای تبابت یا حل قضیه به پول احتیاج داشتن فرزندان شهروندان تاجیکستان آنها را فریب داده مبلغ‌های بزرگ را تصرف کردند. گفته می شود که این 3 نفر در چند حالت $62,000 ساکنان تاجیکستان را گرفته به شریکان خود در خارج فرستادند. بنا به اطلاع میلیسیای دوشنبه دوام چند روز آخر یک قطار شهروندان تاجیکستان اوید به مردم فریبی افراد ناشناس به مقامات میلیسیا مراجعت نموده از روی شکل و اصول صادرشوی همه آنها یکسان می باشند. کارمندان مقامات میلیسیای شهر دوشنبه در نتیجه عملسازی یک قطار چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی معاین نمودند که از خارج کشور یک گروه متشکل جنایتکاران اینترنتی به این کار مشغولند. 3 مسلک آنها در شهر دوشنبه دستگیر شدند. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه در شهر این قضیه گفت این گروه متشکل جنایتی با استفاده از امکانات‌های تکنولوژی نوین رقم‌های تلفن موبیلی شهروندان را دسترس نموده به شهروندان در تماس شده درباره به صدمه و دیگر فوجه گرفتار شدن فرزندانشان خبرهای بر دروغ می‌رساندند. با استفاده از تاثیررسانی روانی به باوری شهروندان در آمده از آنها گویا برای تبابت فرزندانشان مبلغ‌های کلان پولی طلب کردند. ضمن پیشبرد کارهای اپراتیوی جستجویی آشکار شد که اعضای این گروه متشکل جنایتکاران اینترنتی برای عملی گردانیدن مقصدهای جنایتیشان از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان نفران علایده را به خود جلب نموده آنها را برای انتقال دادن مبلغ‌های پولی از شهروندان فریب خورده به دست آمده وظیفه دار کردند. بنا به اطلاع میلیسیا از جمله شهروندان ممرعی فرهاد سال 1992 استقامت کننده شهر دوشنبه، شرف‌الدینوف رستم سال 1991 استقامت کننده شهر دوشنبه دستگیر شدند که آنها توسط صحیفه اجتماعی تلگرام به این گروه جنایتی در تماس شده باعث انتقال دهنده به اصطلاح کوریر به آنها یاری رسانیدند. نامبردگان از 3 شهروند بیش از $40,000 قبول نموده توسط حامیان الکترونی به خارج کشور انتقال دادند. همچنین از جانب کارمندان میلیسیا اکابرو و امینه استاشویونا سال 2001 استقامت کننده شهر دوشنبه دستگیر کرده شد. او نیز در 3 حالت از جبر دیدگان در عموم زیاده از $22,000 را گرفته توسط خدمت رسانی‌های بانکی مبلغ‌ها را به خارج کشور فرستاده است. با در نظر داشت دولت مذکور میلیسیای دوشنبه از شهروندان خواست که به هر گونه زنگ‌های افراد ناشناس و به خبرهای بر دروغ آنها باور نکنند و اگر با چنین شکل مورد فریب این گروه متشکل جنایتی قرار گرفته باشند به مقامات میلیسیا مراجعت نمایند. اخیراً موضوع ناصر و در فیسبوک خبر داد که روز 2 ایون سال 2024 امک او ناصرف امین که 85 سال داشته تنها زندگی میکرد قربانی چنین قلابان شده تمام پسندازهایش را که برای مرگ و مردهش نگاه می‌داشت از دست داده است. به نقل ناصر و نفران ناشناس از رقم‌های ناشناس روز 2 ایون به تلفن خانگی امین ناصرف زنگ زده خود را کارمندان بیمارخانه شهر مسکو معرفی می‌کنند و خبر می‌دهند که دخترش دچار صدمه شده در بیمارستان است و برای جراحی او $10,000 باید فرستد. امین ناصرف باور کرده $10,000 پول پسندازش را به یک جوانی که به خانه‌اش فرستادن برآورده داده است. پس از نیم ساعت باز گویا دخترشان زنگ زده گله می‌کند که پول کمی کرد برای جراحی و چقدر پول دیگری که داشته باشد برآورده به آدمان بگوید. این دفعه یک دختر می‌آید و موی سفید $1,800 در دستش باقی مانده را هم برآورده به او می‌دهد. بعد این زنگ زده به موی سفید میگویند که آنها خطا کردند و دختری که دچار صدمه شد دختر وی نبوده است. یک نفر دیگر زنگ زده خود را کارمند پلیس مسکو معرفی میکند و امین ناصرف را اطمینان خاطر میدهد که آنها پولش را رویانیده میدهند و در این مسئله گویا با دادستانی تاجیکستان همکاری کرده ایستادند. البته این هم فریب بود تا که موی سفید به مقامات مراجعت نکند.